و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عزیزان گرامی، گرچه در موضوع جهل که جهل عذر شده میتونه یا خیر، در این موضوع تفصیل بسیار عمیق و دقیق به کار است و در چند وقت شما دیدین که دوستا و عزیزای ما در این موضوع زیاد اختلافات دارن بین خود. الله عزوجل همه را اتفاق نظر نصیب بگردانه در روشنایی قرآن و سنت. اگر ما عذر مطلقاً جهل عذر بدانیم، در جهان هیچ کافری پیدا نمیشه. اگر ما جهل را مطلقاً عذر بدانیم، در دنیا هیچ کافری باقی نمیمانه. به خاطر کلگی را که برایش عذر پیدا کنیم دیگه کافری باقی نمیمانه. کلگی معذور است، کلگی جاهل هستن، کافرها جاهل هستن که کفر میکنن. این تو مطلقاً نمیشه که ما جهل عذر بدانیم و مطلقاً جهل ردم نمیتونیم، به خاطر که بعضی صورتایی که در شریعت عذر پذیرفته شده ما باید بپذیریم. ما خب باید مطابق شریعت باشیم، چیزی که در دین است ما را باید انجام بدیم. اما به این قسمی که هر کس معذور معذور معذور، این نظریه اسلامی نیست. هر کسی که معذور بدانی، این نظریه اسلامی نیست و برای بعض انسان ها عذر است در بعضی مسائل، در بعضی مناطق، در بعضی اوقات، و برای بعضی دیگر در بعضی اوقات دیگر، بعضی جاهای دیگر، بعضی مسائل دیگر عذر نیست. یعنی مسئله هست که تفصیل میشه، هر شخص یعنی جدا حکم میشه. اما مطلقاً اگه بگویم عذر جهل عذر نیست مطلقاً، یعنی به این قسم، به این معنی که یعنی در هر جا عذر باشه، این گپ درست نیست. بعضی اوقات عذر شده میتونه در بعضی مسائل، والله اعلم.